شعرت روبا شد. شعر یادم لباسایی که ما طرح کردیم هم برای آقایان است هم برای خانم هستن، اما گودی بازی نکردیم. گودی بازی نه نکردیم. نکردیم. خوب است. مینا جز از همون کسا بود که تا گودی من دارم. هنوزم خوش دارم اما گودی ندارم. فوکس ما دی بوده که یک لباس باشه که شیک باشه. نام یارم گل پریس، نام یارم گل پریس، گل پریس رفتارش کوکسری. از امو یار نگاه سرسری شام مزدار بود. این برنامه از سوی کلینیک صحی تخار، تیکیو کنسترکشن منیجمنت، INC، بوت فیلیپ مارکو و فرینلی تاوینگ به شما تقدیم می‌گردد. سلام، خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه‌های آصفی شو. امید که جور و صحتمند باشین و هفته را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. من مینا موسینی با همکار بسیار خوبم امل جان آصفی در خدمت شما هستیم. خوش آمدین امل جان، چی حال دارین؟ زنده باشی مینا جان. گفتی کدام شعر شروع میکنم؟ شعرت روبا شد. شعر یادم بسیار خوش آمدی. من برات سلام دارم، محبت دارم. آرزو میکنم که خودت هم بخیر و خوبی هفته را سپری کرده باشی و آرزوی از این دارم که این هفته یک هفته پر از خوشی برای خودت باشه. مینا جان بر شما همچنان بر دیگه بیننده های ما خدا کنه یک هفته خوب و خوش سپری کنن. زنده باشین. من هم سلام دارم، محبت نثار هر یکتان میکنم به هر گوشه دنیا که بیننده برنامه آصفی شو هستین از ندا پلاس. وقتتان بخیر. آرزو میکنم که لبانتان پر از لبخند باشه، قلبکایتان سرشار از عشق و محبت باشه و همیشه به تلاش ازی باشن که بتانن برای انسانها محبت و صمیمیت رو بخشن. ما برگشتیم آمدیم. آرزو میکنم که تا پایان برنامه آصفی شو با ما و مینا جان باشن. بله. از داشتهای برنامه ما لذت ببرن. اگر شما هم روز دوست دارین که مهمان برنامه ما شوین، چند لحظه ما و مینا جان همراهتان قصه بکنیم، گپ بزنیم و صحبت‌های شیرین هموطنای ما را هم بشنویم. میتونین که با ما به تماس شوین. شماره تماس ما روی اسکرینایتان است و همچنان میتونین که از طریق 510 666 45 47 یادداشت بکنین و تماس بگیرین. حتما یک روز شما را اینجا مهمان میکنیم و چند لحظه قصه میکنیم. امروز در برنامه آصفی شو روی دو موضوع صحبت میکنیم. یکی در مورد مود فیشن قرار است بخش اول ما صحبت بکنیم. بخش دوم بخش موسیقی است. بله، قرار است در بخش اول بانو فروغ عطایی با ما باشن که میان در مورد طرح دیزاین لباس صحبت میکنن. لباس افغانی خود ما. بله، لباس‌های افغانی و لباس‌های دیگه که بانو فروغ طراحی کرده، دیزاین کرده. در این مورد ما خودت صحبت میکنیم. بله، خوب است خیلی دعوت کنیم میمان ما را که بله ببینیم. دعوت میکنیم از بانو فروغ عطایی. میخوایم در این مورد بیشتر صحبت داشته باشیم در مورد طرح و دیزاینایی که تا حال اینا انجام دادن و چه طرحی کردن، مهمترین طرحشان چی بوده و پیامایی که از طرف مردم دریافت کردن. مینا جان چی بود؟ در این مورد صحبت کردیم. از مهمان عزیز ما دعوت میکنیم تا تشریف بیارن و در مورد طرح و دیزاین لباس صحبت بکنن. مهمان بسیار خوب ما تشریف آوردن، با ما هستن. خوش آمدین فروغ جان. سلام مینا جان. خوب هستین؟ زنده باشین. تشکر. شما خوب هستین؟ تشکر. سلام امل جان. خوب سلامت باشین فروغ جان. بسیار خوش آمدین. زنده باشین. تشکر. بسیار خوشحال هستیم که
امروز و در این برنامه خودت با خود داریم. تشکر ایمل جان. ما هم همینجا جای داره تشکری کنم از شما که دعوت کردیم. زنده باشین. سلام خاص به شما دیگه بیننده های عزیز ندا پلاس. زیاد خوشحال هستم که مهمان شما هستم. زنده باشین، سلامت باشین. و امروز قرار است در مورد طراحی لباس بیشتر صحبت بکنیم. بله. قسمی که گفتیم بانو فروغ عطایی مهمان ما هستن. امروز در مورد طرح و دیزاین لباسایی که دیزاین کردن بیشتر صحبت خواهد کردیم. و اگر شما نمیشه سوالات شما را بگیرین، سوالات نمیشه که باز در کامنت مطرح بکنین. بار دیگه انشالله که ما مطرح خواهد کردیم. و نخستین پرسش هم مینا جان مطرح میکنه. فروغ جان میشه بر ما بگین که از چی زمان علاقمند مد و فیشن شدین و چی شروع کردین؟ خب بسیار سوال خوب کردیم مینا جان. اگر از اون نگاه برتون بگویم، خب طبعا آدم یا در آوان کودکی مثلا نور مثلا همیشه علاقه می داشته باشه به یک چیزه، و دوم دیگه در جای یا در بخشایی که مثلا ما کار میکنیم obviously مثلا سر آدم مثلا یک افکت میکنه، مثلا علاقه میگیری به یک کار که انجام بدی. ما در این مدت 6-7 ساله که مثلا کار کردیم در بخش ریتل، مثلا لباس فروشی ها و different دوکانایی که کار کردیم. یکی علاقه خاص از او بوده و دوم دیگه یک جای داره که یک داستانک چوچه است. مثلا من خورد که بودم، مثلا وقت محفلا که میشه خب میفهمیم که همگی ما شما میریم خرید دیگه لباس بخریم. با همیشه به مادر جان میفتم مادر بخواست بریم خرید کنیم دیگه، این عروسی یا محفلا نزدیک است. مادرم میگفت بچیم تو باش، باز من یک پلنک دارم که چی جور میکنیم. باز فامیلا همگی میرفتن شاپینگ لباس میخریدن. مادرم یک کتابچه که بسیار چوچه داشت برابر این ورق شما، باز دو یک همراه پنسل و قلم میگرفت و یک رسامی میکرد. که رسامی رو میکرد خودش رسام میکرد. بچیم یعنی دیزاین یعنی طرح خوب وقت ما خورد بودیم دیگه، نمیفهمیدیم که مادرم چی از اینش است دیگه. ما خب ما میگفتیم نه مادر ما اونم لباسایی که دم بیرون است اونم رو میخوایم. باز مادر میرفت و متریال هم چیزایی که بود تهیه میکرد. باز ما خیاط داشتیم به نام بصیر، بسیار لایق خیاط بود. اونا به ما لباس میدوخت، همون طرحی که مادرم به دزین خود دیزاین کرده بود بر ما. باز رو میبردیم به خیاط، باز خیاط رو میدوخت. باورتان شاید نبیه وقتی که ما محفل میرفتیم از امون لباسایی که اگه ما قیمتش امیال بگویم 100 200 300 دلار بود، لباسای ما کجا میرفتیم هم زیباتر و هم ساده تر بود، چون ساخت دست خودشان بود و بس ذوق خودتان جور میکردن دیگه. ذوق خودشان بود دیگه. بعضی اینا میفهم مادران میفهمن که کدام طرز لباس اولاد چه خوبتر میگه. و شاید وام یک چیز در ذهن ما بوده باشه که ما شروع کردیم از اون وقتی که مادر جانتان شروع کرده بودن علاقه داشتن و خودتان طرف اونا دیده دیگه علاقه پیدا کردن. فروغ جان یک چیز میخوایم در این مورد صحبت بکنین. دخترها معمولا به دوره که خرد می باشن اینا زیادتر علاقمند گودی و گودی بازی می باشن. امیال مثلا دخترکم پرنیان جان باز لباسای گودیگه که خدا میکشه، خودکش مثلا و تنش میکنه یا جور میکنه و ای گپا. در اون زمان ها اتو شوق علاقه از این داشتی که مثلا گودی داشتین نداشتین؟ اگر داشتی خودت علاقمند از این بودی که برای گودی یک لباسک مقبول خودت طراحی بکنی جور بکنی؟ راست بگم اولاد بسیار آرام خانمه بودم که مادرم همیال یگان و قسم میکنه میگه که قدر آرام بودی که یک جایی که من تو رو میشندم ساتا که اگه من تو رو جا میشندم پس میامدم تو گریان نمیکردی که من آزار بدی. قدر فکر نمیکنم علاقه به گودی خورد که بودم داشته بود. نه اولاد بسیار آرام بودم، چپ بودم. اما باز آیسته آیسته که آدم کلانتر میشه باز علاقه به بعضی چیزا میگیره. اما گودی بازی نکردیم. گودی بازی نکردیم. نه نکردیم. خوب است. مینه جز از همون کسا بود که تا هنوزم گودی دارم. من تا هنوزم خوش دارم اما گودی ندارم. گفتم که اما از میخوایم خدا بخیر یک دخترک بتیم که باز بر از او گودیگکا بخرم. من چون خورد که بودم گودی بازی نکردم، اما وقتی که آل یک گودی خریدیم برای خود دارم. آل خریدیم خورد بودیم گودی بازی نکردیم. باز در برنامه دیگه میارم. ما یک گودیگک داشتم تا
بسیار وقت آخر رو یک نگاه. دیگه نداره، یک پشکک داره و پشکش که می اینجا کل را دیوانه میکنه. خوبه دیگه. یک پشکک داره. در مورد از این بیاین صحبت بکنیم که چه نوع لباس ها را تا بال خودت طراحی و دیزاین کردی؟ بیشترین کارایتان کارای لباس های افغانی است؟ برای خانم است یا برای آقایان هم است؟ خب لباسایی که دیزاین میکنیم خود طبعا اگر مثلا با عروس یا داماد باشه خب مجبور هستی که هم برای خانوما درست کنی هم برای آقایان درست کنی. لباسایی که ما طرح کردیم هم برای آقایان است هم برای خانوما هستن. باز این لباس هایی که تهیه میکنین تنها افغانی است یا نیم لباس های دیگر؟ روشنی بسیار خوب انداختین که جا داره که من این برنامه شما بگویم. دیگه تقریبا یک 3-4-5 ماهی هسته که مثلا یک 2 پلان است که کار میکنم. بخیر آینده‌های نزدیک ما شاهد و برنامه هستیم که شما میفهمید که وقتی که محفل میشه یک ذره بر ما شما سخت است، باید آنلاین همه چیز سفارش بدیم، میای سایزت میباشه نمیباشه و بعد از او خیاطم پیدا نمیتونیم که پس بر ما درست کنن. ما میخوایم مثلا کمپانی هم گفتن نمیتونم، میخوایم یک فروشگاه بسیار بزرگ لباس محفلی برای خانوما برای آقایان. اینجا بسیار به ندرت پیدا میشه. اولش من خودم که یک محفل میرم دیگه ما 3-4 ماه پیش از او دیگه ما در 3-4 دانه را آردر میکنم که باز وام میاد یک چیزش بسیار سخت است و قسمی. این دیگه باید در دست داریم دیگه. انشالله میجه ما باید به برنامه شما یاد کنم از آقایان و خانومایی که مثلا تازه به امریکا آمدن، مثلا کسایی که خیاط بسیار خوب هستن یا خامک دوز بسیار خوب هستن، میکاپ آرتیست بسیار لایق هستن، ما به اونا نیاز داریم، میتونن با ما به تماس شون. در بخشی که بخواین من میتونم امرایشان کمک کنم، هم میشه کمک بر من بر اونا میشه. چقدر خوب است و یک زمینه کار هم میشه که برشان فرام بسازین شما. بله. اسپیشلی خرما هم ثواب. هم خرما هم ثواب. بله. هم خرما هم ثواب. بانو فروغ بیاین در مورد از این هم صحبت بکنین. وقتی که شما کاغذ به دست ما است، وقتی کاغذ که میگیرین با یک لباس برای طراحیش فکر میکنین، بیشتر خودتان بالای چی چیز از او تمرکز میکنین؟ لباس زیبا، ماشاءالله خودت پوشیدی بسیار لباس زیبا، در مورد زیباییش فکر میکنی؟ آدم که وقتی که یک لباس هم میگیره میگه زیبا باشه، نمینه جان؟ در کنار از این که زیبا باشه میگن بسیار راحت باشه، یا ای که کدام پیام خاص داره وقتی که خودت لباس های طراحی و دیزاین میکنی؟ این سوال تنها شما نکردین، بسیاری کسا از من سوال کردن. ما در مجموع اگه عکس یا چیزایی که مثلا ما درست کردیم ببینید، بسیار لباسایی است که ساده هستند. ساده هم گفتن نمیتونی، مثلا لباس هم زیبایی خود باید داشته باشه، هم سادگی خود داشته باشه و همه چیز دیگه در بر میگیره. اما خاص مثلا فوکس ما دایی بوده که یک لباس باشه که مثلا شیک باشه و ما خود میفهمیم که نسل نو هم در نسل ما گد شده است. کسایی که هستن با همراه بسیاریشان که ما صحبت کردیم، اونا لباسایی میخواین که مثلا نه بسیار افغانی باشه و نه دوست دارن بسیار خارجی تیپ باشه. ما همیشه کوشش کردیم لباسای در مثلا درست بکنم که در قالب هم بتونیم مدرن گفته، نه که مثلا بخوای دفعتا استایل افغانستان تغییر بدیم. مثلا لباسای افغانی که داریم ما شما میفهمیم که بسیار لباس زیبا و مقبول است، اما یک کم ساده تر که بتونی در وقت از او استفادهش بکنی. ما یک کمک فکر خود گرفتیم که بتونم بر نسل نوم یک کمک به ذوق و علاقه اونا باشه. حتی شاید بر شما بسیار جالب باشه، حتی بر ما کسایی از مسیج کردن که در افغانستان زندگی میکنن، ما بر اونا لباسی کنم، میگم بر شما ارزانتر و خوبتر میفته نظر به شپمنت و کل چیزش، به خاطر که ما که هستم مثلا لباس نمیارم که یک دمی مثلا 20 تا 30 تا 40 تا که بگویم بفروشه. دارم لباسایی هسته که لباسای بسیار نرمال است که میتونید در همه جا پیدا کنید، اما لباسای من مستفش
کاستوم میده است. مثلا شما بر من زنگ میزنین، من قد و اندام شما رو میگیرم. آنلاین است دیگه. بله آنلاین. مثلا من یک 5-6 سخت نیست که آنلاین قدندام گرفتن؟ نه خب این حالا شما فکر کنین یک لباس، خب درست است که میدیم لارج میه لباس های افغانی، اما بعضی هستن که ما میگیم سوپر اسکینی، بسیار لاغر هستن، دوستان لباس برابر فتشان. برای مینا جان چطور است؟ ایده کدام؟ اینا خوب است. ما اینا میان فرق نمیکنه. لباس های ما مثلا زنگ میزنن، آردر میکنن. ما اگه پیج ما شما چک کرده باشین تنها 6 تر هست، 6 یا 7 دانه است. اتون نیست که ارد زیادتر باشه. بعد از اون 6 دانه بسیاری وقتا که مثلا میای یا عکسش پست میشه و 6-7 تایی که میباشه رایت اوی مثلا فروخته میشه. مثلا ممالک اروپایی است یا دیگه ممالک بر از واس رای میشه. اما بعضی وقتا دیگه اونمو آدرس گرفته میشه، قدندام گرفته میشه، به خیاط راست رای میشه و به دست دوخته میشه، بر اونا رای میشه. بین فروغ جان در مورد از این صحبت بکنیم که به عنوان یک طراح لباس خودتان با چه چالش ها روبرو شدی خودت؟ این حال چالش اگه از نظر ازی باشه که مثلا خب شما طبق خبر که دارین مثلا از من تنها بزنس لباس نیست. بله. من در پالوی لباس کارهای دیگری هم دارم. مدل هم هستن. مدل هم امروز هستن. با ما یک مدل خانم زیبا نام خدا تنها در مورد طرح دیزاین لباس صحبت میکنن. کارهای دیگه هم هست که مثلا اگه بگویم اونا ممانعت بعضی وقتا میشه. مثلا نمیشه که خود تقسیم کنی در هم زمان چندین کار انجام بدی. اما از نگاه اگر فامیل بگویم، جامعه بگویم، دوست بگویم، شکر خدا مثلا کدام ممانعت نبوده. طبعا در این مملکت که انسان زندگی میکند یک پشتیبانه ضرورت داری در پالویت باشه. فرق نمیکنه فامیل باشه، پارتنر باشه، هر کسی که باشه. از اون نگاه شکر خدا نیست. من همیشه یک خوی خوب بگویم یا بد بگویم خوبم نیست. من همیشه پلانای گولای خودم اول خودم خلاص میکنم. اونم نقطه را که ماندم باز بعد از او من میرم امرای دیگرها، مثلا او را از نگاه اینه که من کنسل کنم، از نگاه ازی که ایمال جان یا مینا جان اینی پلان ما، شما چی فکر میکنین؟ بله. خدایش همگی دوستا جایدار از همگی تشکری کنم که تا به حالم پشت ما بودن، سپورتر ما بودن. باور میکنید تو دوستای بوده که از من لباس خریدن در یک زمان 3-4 دانه از قیمتشان بالاتر. اینا دیگه اینی را دوست میگن. قدر خوبه. من هر سال باید یک بزنس نرم کنم. یک خوب بله ایمال جان یک وقفه بگیریم. میمان ما با ما هستن، یک وقفه کوتاه میگیریم دوباره برمیگردیم. کلینیک صحی تخار. کلینیک صحی تخار با ارائه خدمات زل در خدمت شماست. خدمات صحی ذکور و اناث، کنترل کلسترول بالا و فشار خون، مراقبت از دیابت و بیماران شکر، انجام معاینات صحی مورد نیاز برای گرین کارت، ارائه تسهیلات واکسین رایگان برای کودکان به ویژه برای بیماران. کلینیک دکتر تخار. کلینیک صحی تخار با تجربه بیشتر از 40 سال با کادر مجرب و مسلکی افغان آماده ارائه خدمات به شما است. فضیل خواجه فارغ از دانشگاه یوسی دیویسی کالیفرنیای ایالات متحده با تسلط به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی و عرضه خدمات به زنان و کودکان. احمد فیصل حبیب فارغ از دانشگاه بریکلی و ساموئل مریت ایالات متحده با تسلط به زبانهای دری و انگلیسی با عرضه خدمات صحی برای بیماران. کلینیک تخار. کنردیب دیلن دکتر MD فارغ از دانشگاه بیلاروس و تجربه 20 ساله در بخش صحت با تسلط به زبانهای روسی، انگلیسی و پنجابی برای ارائه خدمات صحی در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. شما می توانید با زبانهای دری، پشتو، پنجابی، روسی و انگلیسی با تیم صحی ما مشکلات خود را مطرح کنید. آدرس 8191 تمبرلیک وی سویت نمبر 400 ساکرامنتو. شماره تماس 916 688 8888. فروشگاه بزرگ ازهر،
فروشگاه ازهر عرضه کننده تازه ترین، بهترین و با کیفیت ترین محصولات مورد نیاز شما از قبیل گوشت حلال تازه و گونه عمده و پرچون، مواد خوراکی و لوازم خانه، بهترین رستوران در فضای باز و بسته با غذاهای لذیذ افغانی. ما آماده پذیرایی شما هموطنان در این آدرس هستیم. برای شنیدن رادیو ندا پلاس به اپ استور موبایلتان رفته اپلیکیشن لایف 365 را دانلود نمایید. بعد از دانلود در قسمت سرچ ندا پلاس تایپ نموده و می توانید از موسیقی و برنامه‌های نو رادیو لذت ببرید. دوست عزیز سلام، دوباره برگشتیم هستیم با مهمان نازنین ما بانو فروغ عطایی و در کنار ما یک مهمان دیگه هم اضافه شد. مینا جان، یک مهمان دیگه اضافه شد، مهمانی که میخوایم فروغ جان در این مورد صحبت بکنه، در مورد مهمان ما. بله، مهمان تانم سر نداره. مهمان ما سر نداره. مهمان ما سر. فروغ جان، میخوایم در مورد طرح این لباس صحبت بکنیم. خب ایمل جان، اگر این طرح اولم است، اولین کار اولین است. لباسی که اینمی مر تشویق کرد که من بعد از این لباس های دیگر هم از این درست کردم. این تنها نه که مثلا خوش ما آمده باشه، این لباس بود که دمو یک شو که مثلا من پوشیدم، یا این لباس بود تنها شخصا بر خودم درست کرده بودم و یک 5-6 تا دیگم در پلوی زود درست کرده بودم که میشه مورد علاقه بعضیا قرار بگیره و سایزای خاص که 2 دیزاین داره. یک دیزاینش که این تقریبا 4-5 لیرز است، او 4 لیرز است، اما مثلا کوتاه‌تر است. خانمایی که بسیار دوست دارن که یک کمک پایشان معلوم شود بر اونا درست کرده بودم. اما شبه که من را پوشیدم پست کردم، بسیار از این دیگه تشویق شدم. بعد از او باز فروش از این لباسم با واقعیتش خوب بود. قیمت چه نمیگی چقدر است قیمت از این؟ مینا پول آورده مقصد. مینا جان دیگه از اون مشتری نباشه که دیگه بیخی چنه بزنه. میزنه. نمیزنه. جالب است که میگه خوشم میکنه. از دل خود میگه من آزار میده. بر شما مفت است مینا جان. تشکر. بسیار مقبول است فروغ جان، واقعا خوش شما آمد. بسیار یک دیزاین مقبول است. چطور شما این طرحش در فکرتان آمد؟ خودتان آماده ساختین یا چند لباس یا چند طرح دیگه به این اضافه کردین ایراد آماده کردین؟ لباس های افغانی اگر در مجموع فکر کنیم همش مثلا افغانی گفته میشه. بسیاری لباس ها از بسیار شباهت به همدیگر داره، نزدیکتر است. این لباس هم من نمیتونم بگویم که از لباساش امیال مثلا دختر خانومایی هستن، برندهای لباس های افغانی هستن که بهترین لباس ها رو درست میکنن. لباسی که من مثلا درست کردیم، بسیار لباسی که پشترک های ملجان در سوال که از من کردن گفتن زیبایی لباس، راحتی لباس. این لباس که از فرقش به اوست که مثلا بعضی چیزایش به دست دوخته شده و دوم دیگه بسیار سبک است و بسیار یک استایل کلاسیک و سنگین منظم داره. یک چیز لباس های افغانی ما همیشه گرنگ می باشه و ازشان یک چیز است تکی بخمل است دیگه، نه؟ بخمل است. بخمل است یا چرم دوزی شده؟ چرم دوخته شده. این اینجا کار شده یا ایره افغانستان روان کرده بوده؟ نه، ما خیاط گفتم که به مخاطر کس اینجا نیست دیگه، نه؟ اینجا نیست. از هر کس مثلا سایز گرفته میشه، رایی میشه. به مخاطر میگم مثلا بعضی لباس ها از ماشینی است، مثلا در ماشین یک دمی مثلا اوردر میکنی برای 100 تا 1.5 دانه رایی میشه، اما دیگه تا اینجا که از بین میره. این لباس ها که هست مثلا 5-6 تا که دوخته میشه نظر به سفارش باز به مشتری ها داده میشه. این دیگه
استایل خاص خود داره، ساده است. کسی که لباس ساده دوست داره، لباس افغانی خب باز ما دوستم داریم افغانی یک ذره فیشن هم فیشنش بکنیم زیاد بهش. باشه. اگر دیگه لباسم یکم سبک و ساده نباشه دیگه امروز فیشن یک ذره زیاد میشه. ما یک کوشش کردیم که سلیقه بعضی خانمایی که دوست دارن ساده پوش باشن، استایل سنگین کمکی رنگتر او را در نظر گرفتیم. فروغ جان بر ما بگوین که این لباستان که دستوزی است، باز لباسایی که به ماشین دوخته میشه یا قیمتایشان فرق داره؟ چون طبعا دستوزی خود زحمت زیاد خود داره. با واقعیتش که بگویم خب لباسای ما که نه تنها که من خودم میفروشم، چند مغازه افغانی است که در این شهری که ما زندگی میکنیم و اونا کور میکنن میفروشن. من بر اونا لباسا میبرم، اونا میفروشن. لباسای هم از در دکان مثلا که میتونی به بسیار قیمت ارزان بگیری. ارزان پیدا کنی. خب مگه مو لباسایی است که یک بار میپوشی دیگه اوسو میندازیش. لباسا رو خودتان مدلینگش میکنین؟ خودتان مدلش هستین یا نه؟ فعلا خب مدل خودم هستم. لباسا رو کلش یک دفعه خودم میپوشم، باز یک مدلینگ میکنم، باز که میندازم، باز بعد از او نظر به ای که چون به خودم طرحش میکنم، بعد از او علاقه دیگرارم که ببینم باز بعد از او. درباره از این لاکت بگوین که اینا رو هم کارش خودتان میکنین، خودتان دیزاین میکنین یا نه فروشات از این هم دارین؟ جولری میگن دیگه یا می لاکت و دستبند و کمربند و چیزای افغانی؟ جولری لاکت یاره اگه برتان بگویم میارم برای فروش یا، اما کارش خودم نمی کنم، یه بسیار کار سخت است. اگه سنگ های مخصوص باشه داشته باشم طبعا برای خود خوب جولری اما بسیار مقبول دارن نه؟ زیاد. اما در مجموع افغانستان جولری بسیار زیبا داره. جولری ها را چه مقه کار نکردیم، اما در بخش کمربند که باز به خرید آینده که یک کارک دیگه است که سر دست دارم برای لباسای ساده. ما این کار خدا اعلام بیتیم. تا چه حد میتونه که امی شخصیت انسان لباسش برای دیگران معرفی کنه به نظرت؟ ایمال جان، لباس پوشیدن به نظر من مثلا نمیال شما یک مجری هستین، نطاق هستین، یعنی شما در پیش روی تلویزیون کشیده میلیون ها بیننده شما را میبینن. طبعا لباس پوشیدن خصوصا در میار آل در زندگی های آل بسیار مهم است. مثلا میتونین که امروز هم را یک شلوار عادی هم را یک بلوز عادی هم بیم، اما فرق بین کمره و پشت کمره فرق میکنه. مثلا در یک محفل میری بله فرق میکنه، لباسی ها فرق میکنه. اما یک گپاست که متوجه شده باشین خودتانم که ما یگان روز که صبح کافی خلاص میشه، ما پشت کافی که میرم یک برزو یا یک تاپ عادی که میپوشم، میری که هیچ کس هم در مخصیت هیچ کس هم یک هلپم کار داشته باشی کمکت نمیکنه. اما روزی که به خود میرسی یک لباس منظم میپوشی میری، طبعا مورد توجه قرار میگیری و همچنان مثلا کمک چیز ضرورت داشته باشی زود یک نفر میاد برات هلپم میکنه. او خود 100% لباس به نظر من مهم است. شخصا برای خودم لباس بسیار مهم است. پس به نظرتان در شخصیت بخشیدن نقش داره؟ لباس به نظر من شخصیت یک انسان نمایان میکنه. از فروغ جان در این بخش میخوایم که تشکر بکنیم. بخش بعدی موسیقی تقدیمتان میشه. چینل تبدیل نکنین، با آصفی شو باشین، شبکه ندا پلاس باشین. ما مینا جان با مهمان ما در خدمتتان خواهد بودیم. در اینجا از فروغ عزیز بسیار زیاد تشکر، بسیار خوش آمدی و آرزوی موفقیت و سربلندی برای خودت، برای تمام بانوان افغانستان دارم. انشالله. تشکر، زنده باشین. شما از مینا جان زنده باشین. مینا جان حال وقفه میگیریم، پس از وقفه دوباره برمیگردیم با مهمان نازنین ما. قرار است بخش موسیقی داشته باشیم و موسیقی تقدیمتان میشه. با ما باشید. کلینیک زیبایی دکتر تخار،
کلینیک زیبایی دکتر تخار با ارائه خدمات جلدی و زیبایی زل در خدمت شماست. لیزر موهای اضافی، پرکاری جلد، از بین بردن چین و چروک، لایه برداری شیمیایی. ما با کادر مجرب و مسلکی افغان آماده ارائه خدمات زیبایی جلدی به شما هستیم. شما می توانید با زبانهای دری و پشتو با تیم صحی ما مشکلات خود را مطرح کنید. آدرس ما 8191 تیمبرلک وی، سویچ 350، ساکرامنتو، کالیفرنیا. شماره تماس 916 688 9994. فروشگاه بزرگ ازهر. فروشگاه ازهر عرضه کننده تازه ترین، بهترین و با کیفیت ترین محصولات مورد نیاز شما از قبیل گوشت حلال تازه و گونه عمده و پرچون، مواد خوراکی و لوازم خانه، بهترین رستوران در فضای باز و بسته با غذاهای لذیذ افغانی. ما آماده پذیرایی شما هموطنان در این آدرس هستیم. برای شنیدن رادیو ندا پلاس به اپ استور موبایلتان رفته اپلیکیشن لایف 365 را دانلود نمایید. بعد از دانلود در قسمت سرچ ندا پلاس تایپ نموده و می توانید از موسیقی و برنامه‌های نو رادیو لذت ببرید. بله مینا جان، در این بخش دو مهمان بسیار نازنین داریم، دو مهمان بسیار خوب داریم، جوانای بسیار نازنین و بسیار دوست داشتنی که صدای بسیار خوب دارن و در کنار از این که جورا آواز میخوانن، دو تا رفیق بسیار خوب است و این رفاقتشان بسیار خوشم میاد، بسیار زیاد. احمد جان آرس مهمان ما همراه با یوسف جان امیری. احمد نازنین بسیار خوش آمدی و خوشحال هستیم که امروز خودت در برنامه آصفی شو با خود داریم. سلام عرض ادب خدمت ایمل جان و مینا جان تقدیم میکنم. امید جور صد سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. دیگه یک سلام خاص خدمت بیننده های عزیزم تقدیم میکنم که در گوشه و کنار دنیا که هستن و ما رو تماشا میکنن. امید که جور صد سلامت باشن. زنده باشین احمد جان. بسیار خوشحال هستیم که شما دو رفیق با خود داریم. کسایی که رفیق می باشن و رفاقت میکنن بسیار خوشم میاین، بسیار خوشم میاین. رفاقت کس یک عرصه از زندگی است. مثلا در عرصه انسان ها می داشته باشه، فامیل است. اگر فامیل است و دست خودت نیست، بله، و خودت مثلا کاری است که چوس نداری که فامیل انتخاب خودت نیست که بینی. اما رفیقه که یوسف جان امیری است که مدت 2 سال میشه میشناسمش، اما فکر میکنم که 10 سالها میشناسمش و بیخی چهره برادرها را هم داری. یوسف جان بسیار خودت هم خوش آمدی. زنده باشین. و بسیار خوشحال هستم که خودت هم در برنامه داریم. قدم اول سلام به خودتان ایمل جان و به مینا جان. دیگه بسیار تشکر از اینکه ما را دعوت کردین در برنامه‌تان. بسیار جای خوشی است برای ما و همچنان سلام گرم تقدیم بیننده‌های عزیز. خدا کنه جور و آرام صحتمند باشن. زنده باشید. باش که مینا جان از احمد جان یوسف جان در مورد از این بپرسیم که چقدر وقت است که موسیقی را شروع کردن و چه وقت بهش علاقه پیدا کردن، احساس کردین که چه وقت علاقه به موسیقی دارین؟ اگرچه همیشه سوال همیشگی هم است از همگی هنر. هر میمانی که میکنیم. مینا جان، ما دیگه از سن بسیار خورد علاقه داشتم به موسیقی و پدرم هم البته همیشه ما را تشویق میکرد که در راه هنر برین. یک وقت البته بسکتبال میکردم، در مسابقه های ما نمی آمد، میگفت که بچیم پشت هنر بگردین که هم یک چیز هسته که البته که چی میگن که همیشه بسیار ما را تشویق میکردن و هنرمندان خانه ما می آمدن
دیگه خودشان کس نبوده در فامیل ما که به حساب هنرمند بودن و همگی شوق داشته و تشویق کردن. بسیار خوب. یوسف جان فکر میکنم خودت همینجا به دنیا آمدی. بله. یوسف جان همینجا به دنیا آمده ولی بسیار خوب صحبت میکنه. بسیار خوب صحبت میکنه. ما یک چیزی که دیدیم کسایی که در اینجا به دنیا میآیند بسیار دلکایشان پاک است و چیزی که برشان درس داده شده اونمو چیزا بیان میکنن. هیچ وقت ما ندیدیم که نه چلا نیرنگ بکنن. اما دل پاک دارن. دل پاک دارن. بسیار خوب است. بسیار خوب است. اما جان چقدر از معرفت و از دوستی با یوسف جان خوشحال هستی؟ چقدر افتخار میکنی؟ ما یک چیز است که این خوب است که آدم در زندگی خود دوست داشته باشه. دوست است که دست آدم میگیره، کمک میکنه. ولی بعضی وقتا بعضی انسان هستن که قول دوستی و رفاقت میتن اما بر از او وفا نمیکنن. به یک نحوی نه یک نحوی میخوان یک نیش بزنن. چقدر خودت خوشبخت هستی از این که یوسف جان رفیق هستی، دوست هستی؟ یوسف جان بار اول در یک پروگرام بود در سکستیت، قصه را کوتاه میکنم. در سکستیت یک پروگرام بود، یکی از پانتونای ایجاست. یوسف جان دیدم و بعد از او یوسف جان اولش راشت از من خوشش نمیاد. منم از خوشش نمیاد از من خوشش نمیاد. باز بعد از او یک پروگرام بود در خانه که ما یوسف جان دیدیم. باز بعد از با هم تو کانکت شدیم، به حساب نزدیک شدیم و از امروز روز که شروع شد برادری و رفاقت ما تا این امروز شکر الحمدلله بهترین دوست ما است، رفیق ما است و فامیل ما است. از ما کسی نیستی که و یوسف جان کس هم فامیلشون فامیل ما است، هم خودشون بس بیادر کلانم است و بسیار دوستشون دارم. پیشریت نمیگم. یک چیز است مینا جان، چی خوب است که بریم به طرف پارچه نخست. بعد از او باز گپکا و قصه‌های دیگه خودم میکنیم. یوسف جان اولین پارچه یک از پارچه مرحوم مختار مجید است. خداوند مغفرتشان ببخشیشانه. دیگه اجازه باشه از شما و از بیننده‌های عزیز با اجازه همگی باشه. بفرمایید میشنوید. نام یارم گل پریز، نام یارم گل پریز، رفتارش کوکه سری، رفتارش کوکه سری. دل برچی خوش میکنم، دل برچی خوش میکنم، دیدن کاش سرسریست. نام یارم گل پریز، نام یارم گل پریز، گل پریز، رفتارش کوکه سری. تو که زلفای تکاکل میکنی یار، تو که زلفای تکاکل میکنی یار، چراغ عمر من گل میکنی یار، چراغ عمر من گل میکنی یار. با صد حیله میان دوست و دشمن، با ما دیدت غافل میکنی یار، با ما دیدت غافل میکنی یار. نام یارم گل پریز، نام یارم گل پریز، گل پریز، رفتارش کوکه سری.
علای مهربان نازنینم علای مهربان نازنینم گل دستم بهار آستینم گل دستم بهار آستینم زشق و عاشقی ما را مترسان من آتش پرچه کابل زمینم من آتش پرچه کابل زمینم نام یارم گل پریز نام یارم گل پریز رفتارش کوکیزری رفتارش کوکیزری دل بچی خوش میکنم دل بچی خوش میکنم دیدن اکای سرسری نام یارم گل پریز نام یارم گل پریز رفتارش کوکیزری رفتارش کوکیزری رفتارش کوکیزری بسیار زیاد زیبا بود. از قربانتان. بقدر مقبول نواختم که قدر مقبول خواندیم. زنده باشین مینا جان و ایمال جان. زنده باشین. از امو یار نگاه سرسریشان مزدار بود. بسیار زیبا بود. معمولا یوسف جان احمد جان خودت هم میخوانی نه؟ بله من خودم میخوانم. ولی امروز نمیخوای که از صدایت ما مستفید شویم. امروز خیر باشه. احمد جان نام خدا بسیار یک شخص با استعدادم نام خدا طبله هم میخوانن کیبورد کار میکنن دیگه. تشکر. باز دیگر روز بخیر احمد جان مهمان ما بخیر بخیر ان شاء الله الرحمن. بله ان شاء الله احمد جان به یک تکنوازی بشنویم امکانش هست؟ ما اگر راستش بگویم ما پروفشنال طبله پلیر نیستم چون دو خاطرکی کم یاد گرفتیم. تکنوازی خیره که یوسف جانم همکاری کنه یک نغمه کوتاه بنوازه. خوب است. کلینیک صحی تخار. کلینیک صحی تخار با ارائه خدمات زل در خدمت شماست. خدمات صحی ذکور و اناث، کنترل کلسترول بالا و فشار خون، مراقبت از دیابت و بیماران شکر، انجام معاینات صحی مورد نیاز برای گرین کارت، ارائه تسهیلات واکسین رایگان برای کودکان به ویژه برای بیماران کلینیک دکتر تخار. کلینیک صحی تخار با تجربه بیشتر از 40 سال با کادر مجرب و مسلکی افغان آماده ارائه خدمات به شما است. فضیل خواجه فارغ از دانشگاه یوسی دیویسی کالیفرنیای ایالات متحده با تسلط به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی با عرضه خدمات به زنان و کودکان. احمد فیصل حبیب فارغ از دانشگاه بریکلی و ساموئل مریت ایالات متحده با تسلط به زبانهای دری و انگلیسی با عرضه خدمات صحی برای بیماران کلینیک تخار. کنردیب دیلن دکتر MD فارغ از دانشگاه بیلاروس و تجربه 20 ساله در بخش صحت
با تسلط به زبانهای روسی، انگلیسی و پنجابی برای ارائه خدمات صحی در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. شما می توانید با زبانهای دری، پشتو، پنجابی، روسی و انگلیسی با تیم صحی ما مشکلات خود را مطرح کنید. آدرس 8191 تمبرلیک وی سویت نمبر 400 ساکرامنتو. شماره تماس 916 688 8888. فروشگاه بزرگ ازهر. فروشگاه ازهر عرضه کننده تازه ترین، بهترین و با کیفیت ترین محصولات مورد نیاز شما از قبیل گوشت حلال تازه به گونه عمده و پرچون، مواد خوراکی و لوازم خانه، بهترین رستوران در فضای باز و بسته با غذاهای لذیذ افغانی. ما آماده پذیرایی شما هموطنان در این آدرس هستیم. برای شنیدن رادیو ندا پلاس به اپ استور موبایلتان رفته اپلیکیشن لایف 365 را دانلود نمایید. بعد از دانلود در قسمت سرچ ندا پلاس تایپ نموده و می توانید از موسیقی و برنامه‌های نو رادیو لذت ببرید. دوستان عزیز سلام دوباره تقدیم میکنیم. ادامه برنامه آصفی شوز. شما بیننده شبکه ندا پلاس هستین. ما ایمل آصفی همراه با همکارم و مهمانای بسیار نازنین در خدمت شما هستیم. مهمان خانه های شما هموطنان گلم آرزو میکنم که چینل تبدیل نکرده باشین. آهنگای بسیار خوب دیگه هم داره. بله ایمل جان، آهنگای دیگه هم میشنویم ولی یک چند سوال کنیم. خوب است. اما جان میشه بر ما بگوین که در پلی از که موسیقی کار میکنین مصروف دیگه چی کارا هستین در زندگی روزمره‌تان؟ بر علاوه که موسیقی است، موسیقی خودش یک علمی است که مثلا هیچ خلاصی نداره، مثل بحر است که مثلا ما شاید یک شب نبام در روی برگ نباشیم. بر علاوه موسیقی ما خودم خاص به خاطر تحصیل در امریکا آمدیم. من خودم درس میخوانم اینجا در کالج هستم فعلا، در رشته فعلا نرسینگ هستم. شکر از دیگه انشالله ببینیم چی میشه و خیر. یوسف جان خودت مصروف چی کار دیگه هستی بجز از اینکه موسیقی کار میکنی خودت؟ ما ایمل جان رقم که احمد جان گفت موسیقی خو البته بگویم کار محبت است، عشق و موسیقی است، چیزی که بسیار دوست دارم و در پالوی از هم درس میخوانم. هم کار میکنی؟ هم کار میکنم. کلگی نمیاد. هم درس هم کار. هم درس اینجا که کار نکنی خلاص است روزگار. کوتاه پیامای یوسف جان احمد جان هم میگیریم که برای دوستا و عزیزایتان کمیل از این طریق میبینیتان. ابتدا از یوسف جان چه حرف و پیام داری و یک پارچه پایانی را میشنویم. پیام تپیش از او میگیریم. بعد از احمد جان که برای پدرجان و مادر و فامیل که دور هستن باز چی پیام داره. از این دریچه میبینن باز نگویا که احمد رفت بگی در من چیزی نگفتی. سلام عرض میکنم کلشان نماز میکنم. زنده باشین. یوسف جان خودت چی پیام گفتنی داری برای بینندای کمیل از ببینن؟ بینندای عزیز که خدا کنه که خوششان آمده باشه، خدا کنه خسته کنه نشده باشه آهنگای ما در قدم اول. و به فامیلم سلام میگم، عرض میکنم پیش از اینکه بیایم ما احمد جان وسایلا را در موتر میماندیم. پدر میگفت کجا میریم؟ گفتیم پیش ایمل جان میریم. بسیار خوش شدن. و دیگه تشکری میکنم از فامیلم که گرچه هنرمند نبوده فامیل، یک فامیل هنردوست که بسیار مرا در راه هنر تشویق کردن. بسیار تشکر. خب ایمل جان عزیز، پیام ای است به فامیل محترمم که از راه دور اول دست مادر جانم و پدر جانم میبوسم. بسیار تشکر که من را سپورت کردن و ما تا اینجا رسیدیم. کلش از خیر برکت و هستن پدر جانم مادر جانم و همیشه هم سپورت مادی و هم معنوی خود را داشتن تا این لحظه
و بسیار زیاد ازشان خرسند هستم و انشالله با امید روزی که من پس دوباره جبران کرده بتانم. هر چقدر کنم نمیشه، کم است، اما انشالله میخوایم که پس آرزوی را که دارد برای اونا برسانم شد. بله دیگه بسیار زیاد تشکر میکنم. زنده باشین. اینمی که پاسشان ندارین، اینمی که بدل تانی است، فکر کنین که رسید و سلام محبت ما را هم برشان وسیله شد. علیک سلام، قربان شما. بسیار تشکر. سلامت باشین، زنده باشین. بسیار زیاد تشکر میکنیم از همراهی تک تکتان. قلبا سپاسگزار هستیم. از مینا جان هم بسیار تشکر از شما. ایمل جان منتظر برنامه بعدی ما باشین. میمونای خوب همگی خواد داشتیم، میمونای بهتر خوبتر مثل اینا نازنینا که بیاین بخوانن و قصه کنیم. خداحافظ و ناصر جان. و در پایان هم یک پارچه از شما میشنیم همونطور برنامه را ختم. بله. یک پارچه پشتو با اجازه بفرمایید. میخوانم. तोरे स्तरगे खुमारी दरता क्रम नाला सारी तोरे स्तरगे खुमारी दरता क्रम नाला सारी देसरे सखा में कारी श्वमरा स्वास्ता पायारी गलामदार को दर न राखला तोर स्तरगे खुमारी देता क्रम नाला सारी सिंगलामदार को दर न राखला तोर स्तरगे खुमारी देता क्रम नाला सारी ओ लका बुलबुला से बारान बहलावे ना तोरे स्तरगे खुमारी दरता क्रम नाला सारी देश रसख में कारी श्वम्र स्वास्ता पायारी यार में हिंदू सा मुसलमान या तोरे स्तरगे खुमारी दरता क्रम नाला सारी यार में हिंदू सा मुसलमान या तोरे स्तरगे खुमारी दरता क्रम नाला सारी हो दे यार द पाक दरम साल चारो कबामा तोरे स्तरगे खुमारी देता क्रम नाला सारी देश रे सखो में कारी श्वम्र स्वास्ता पायारी तोरे स्तरगे खुमारी देता क्रम नाला सारी. این برنامه از سوی کلینیک صحی تخار، تیکیو کانسترکشن منیجمنت INC، بوته فیلیپ مارکو و فرینلی تاونگ به شما تقدیم کردید.